در چین قبرستانی وجود دارد که هیچ نمونه مشابهی در جهان ندارد. در اینجا اجساد در زیر زمین دفن نمی‌شوند، بلکه پیکر درگذشتگان پشت پنل‌های شیشه‌ای شفاف قرار می‌گیرد و به بازدید کنندگان اجازه می‌دهد ببینند چگونه انسان به تدریج در طول زمان به طبیعت باز می‌گردد. با این حال این مکان قرار نیست مردم را بترساند، بلکه فضایی برای تأمل است، یادآوری خاموش سرنوشت مشترک تمام موجودات زنده. بازدید کنندگان در سکوت و احترام می ایستند و با حسی از شگفتی و فروتنی به صحنه نگاه می کنند. در آن لحظات آرام، آنان وزن واقعی شکنندگی زندگی و ارزش آن را احساس می کنند. پیام این قبرستان عجیب ساده اما قدرتمند است. به یاد داشته باش که فانی هستی، پس صادقانه زندگی کن. با هدف زندگی کن و چیزی معنادار بر جای بگذار، چیزی که پس از رفتنت باقی بماند. زیرا در پایان آنچه اهمیت دارد پیکری که پشت شیشه است نیست، بلکه میراثی است که در زمان زندگیت می‌آفرینی.